سلام بچه‌ها، خوش میذارید من سلام کنم تو ویدیو خودم؟ من برم پاشم برم بیرون بعد بیام. نه نمیخواد همینجا بشین. نمیخواد بچه‌ها دوباره علیرضا قرار ویو بگیره چون ایلیا اومده. آقا آخه ترکیب یکم احساس میکنم ترکیب تو این فصل تو اینجا یکم عجیبه. آره ات نداره این فصل شاخ جمع نشده سه بودیم. نفرم. آره چرا که نه. 3 نفره پادکست قبلی با تو گرفتم. ایلیا تو چرا نمیری کمدین ثبت نام کنی؟ راست میگی. کمدین با کمدی کمدین. استند اپ کمدی. استند اپ کمدی چرا نمیری ثبت نام کنی؟ تو خوبیه. میتونی با سینات ویو بگیری. لباس فنبوی هم میتونی. ما اصلا قصد توهین به ایلیا نداریم. بچه‌ها میپاتون خفه شید. حالا که اینجوری شد راست میگی چرا شبیه اومدیم امروز یکم حرف بزنیم. مثل همیشه پادکست داریم. آره پادکستی که برای اولین بار 3 نفری. گوشی هم یه دست نکن آقا نکن. آقا به خدا گم دوباره بزن تو نزن تو ویدیو حرفا. تو ادیت تو ببین تو ادیت دهنم سرویس از میشه. اول حرفتو بزن. من میتونم داخل ویدیو 5 تا فوش داشته باشم. نه. بعد اون بالا یه تایمر بیام نه. 5 4 3 نه، 2 نه. من واقعا یه 5 تا رو میخوام. از اول حرفتو بزن. آقا اومدیم یه پادکست 3 نفری با حال بگیریم و اولین باره که آقا این دوتا کنار هم بشینن یا دارن همون انگولک تو گاز نمیاد. نه آره یکم بوگاز میاد کی فندک داره؟ و فندک شوخی کردی یا واقعی گفتی؟ واقعی گفتم. نه خب بوگاز اونه. داریم به کجا میریم آقا؟ داریم به کجا میریم؟ خب بوگوز میاد باز هم وایسا یکم کم زر بزنید دهنم. یادش دارم. اول از همه تشکر میکنیم از کافه روحیف. چی بود؟ روحیف. من هیچ وقت اسمش رو نتونستم. اسم کردی درستش وایسا بابا اسم اصلی اینجا به کردی میشه روحیف. میشه لطف کنی ما اینجوری میگیم صحبت روحیف. نکنی صدا تو ضبط میکنه. ما میگیم روحیف. آره میتونید بیاید دقیقاً کنار امارات خسروآباده و دمشون هم گرم که گذاشتن دوباره توش پادکست بگیریم. برین بابا میشه دهن نگاه خفه شو سیاپوس نگاه میکنه دهن نگالتو ببین. خب داریم ویدیو میگیریم چیز نرمالیه. بذار من برم پایین. ایلیا آقا لباس سبزه داره اینجوری بیا پایین. خب فکر کنم ایدی جالبی نبود باشه دقیقا ات نداری میخندی. نه دیگه من حرف درست نمیزنم. پادکست خوبی نداری ولی عوضش میخندی. ادامه رو برو. آقا من یه مدت نشسته بودم یاد کارهایی که ایلیا میکرد افتادم. چی؟ خب دو تا از این کاراش خیلی الان گفتم ایلیا ولی یاد یک حرکت بودم یاد این مدت از زنبور سل میترسید. یه دونه ویدیو هم داریم میدم بهت بذاری. اینجوری می‌ذاری. به من میخوره؟ فیلمشو دارم. راست میگی فیلمشو دارم. من فیلمشو دارم. آره میذارم. دروغه. آقا من یه خواهش دارم از همینجا از AI میشه عکس سگه رو از اول تا آخر ویدیو رو هم میل باشه. میشه به نظر من فکر خوبیه. سگه رو بذار. اون سگ خیلی خوبه مثل سگ گوش نده. از امیرعلی عطایی خیلی بدی دارم. ولی ایلیا هم بگو. ایلیا یادم رفت. چیکار کنی؟ ایلیا از امیرعلی عطایی چیزی دارم. تو پادکست قبلی من خیلی که از با هم امیرعلی عطایی دارم. نه اون مثل عطا نه. شیلنگ. نه. نه آقا، نه آقا آخرین بار که چیز میشه کم زر بزنید یادم میره. آخرین باری که یادش رفت. آخرین بار کی بود؟ آخرین بار کی صبح دادی؟ قبل صبحونه. میگم نمیبینی من. این برم تو دایی با این. آها امیرعلی تو پادکست قبلی که با هم گرفتیم گفتیم که امیرعلی یه سری ویدیوها داره که تو یوتیوب من بوده ولی پاک شده یعنی پرایویت فعلا. خب اتفاقا دمت کرد. من خیلی وقت بود میخواستم اون ویدیوها رو ازت بگیرم ببینم. بعدا نشون میدم. آره شیک اتفاقا گفت بعد اینکه رفت یه مثلا آسیایی یا جهانی آره نمیتونی پابلیک میکنه که ویو بگیره. آره نمیتونی بری یعنی اینجوریه که نمیشه یعنی تو بعد تگاشو تغییر بدی دوباره میان بالا. نه کاملا اینا قفلا تو داشته. دوران بیتستوسترونی من سوء استفاده کردن از من. آقا
من یه بار غلطی مستحصله میزدی صدام نمیومد. اصلا تو قرار بود ستایش آقا اصلا راجب چی ستایی حرف نشدن. خب میشی داریم راجب خاطرات چی میگیم. میخواد راجب چی هستی؟ خاطراتمون رو میگیم. وقتش حساب فیک بزنیم. آقا نه من دارم روند خودشو میره. هر ویدیو که میذارم ساب میگیرم ولی چون ویدیو چند تا؟ نمیذارم ساب نمیگیرم. یکی دو تا هر ویدیو میگیرم. شورت ها بیشتر میشه. قرار 80 تا بیشتر نداری؟ 80 آره 86 تایی 7 تایی نمیدونم. خیلی خب وقت بریم نگاه سر نکردم. موضوع اصلی ویدیو بود. امروز میخوایم یاد خاطرات کنیم. چگونگی ترک اعتیاد. مشکل نفس. خب بچه این رادیو مشکل نفسی بزنیم. بواسی همه ما امیرعلی هم بابا فکر کنید. آره مال من هم نیست. نه مالی یه بند خداییه. آره دیگه اومدیم. بحثش نریم. بریم. آره همون ترک اعتیاد. آره ولی میکنم من مسخره بازی این دوتا بگم. سه چای خوبی نداشتی. بیلی آیلیش بیاد. وای یه مدت اصلا دیوانه بود. برو دیوانه بودم. یه سری کارات خیلی عجیب بود. فقط من بین تو پاک بودم. آرتا حرف بزن شده آره آره ایلیا دسترس خارج شد. آقا کی میاد شما خیلی دوتا؟ مهمه که اینجوری باشه تو ویدیو. اینطوری باشه. 3 آدمای چیز رو میگیری. ماتریکس. نمیخوام 3 آدم ماتریکس من رو میخوام. میگیرم. آرا آقا کی میای تهران شما دوتا؟ بیاید تهران دیگه بیاید تهران. دیگه بیام کلا بیرونم. فکر بذار نکنم برنامه امروزمون رو این بهتون روش عربی‌ها امشب میریم ادوخترون. میشه اونو بده من قطع کنم. نه گوه خوردم میدونی دفعه دیگه اونو بزن اینجای من باشم. نه آقا دفعه الان یادم افتاد گفتی دفعه قبل اومدیم اینجا. آخرین دفعه امتحان داشت نتایج من فرداش آره تو نه اسلایم چیز بردم بود. آره اسلایم بود چی بود؟ آره اسلایم خریده بود واسه تو منتظر جواب امتحان امتحانم هم اومد 11 بود. افتاد؟ نه من هیچ وقت نمی‌دونم. مویی نداشت. آقا بریم سراغ خاطر. خاطرات اول چی میگی؟ بگو چجور با هم آشنا شدید؟ مگه بابا کاپلیم داریم میگی راست میگی. من با تو هم دعوا داشتم. من با همه وایسا بچه بودیم من و علیرضا با هم فوتبال محله بازی میکردیم. خب بعد من تو تیم رقیب علیرضا اینا بودم. همیشه هم دهنت ببندی زه نزنی. همیشه هم مثلا علیرضا اینا رو میبردیم فشاری میشدن و با هم همیشه آخه شما نمی‌بردیم. شما 3 نفر که توی پرهام میشه اسم نگی این دهن گالت روی اسم دهن دهن گالت دهن سیاه بست دهن خفش سیاه بست. آره بابا من اون موقع چون که این میرفت طرف کسایی که فوتبال بلد بودن ما هم هیچ کدوم اصلا چیز فوتبال نمیرفتیم که فقط بازی میکردیم. ایلی هم همیشه خودی بود. آره این همیشه نه یه مدت کاراته میرفت تکواندو بود با لباس میومد بعد اصلا خیلی زاید به زور میخواستن غالب کنن به ما گفتن آقا تو رو جونه راست میگی اینو یادم رفت یه بار تو علی آقا من هرچیکار نکردم. آقا سند شاهد دارم 2 تا شاهد ویدیو دارم. داشتی خیلی خوب میشد. ویدیو اون موقع گوشی نداشتم بچه بودم ولی اون موقع یادم میاد بیشتر از یاد خاطرات لو دادن رازای همه. آره ایلیا اصلا مشکلات بواسی ایلیا از این بچگی از این کارا خیلی انجام میداد یعنی از خدا این کارا بود. کجا شد تو کوچه دقیقاً در خونتون پشت اون سانتافه نمیدونم سانتافه بود دقیقاً در خونتون نمیدونم تو کجا داخل گلاب بود فکر کنم. هرچی بود من از جلو در خونه دیدم نه برکت نداشت. پس چی؟ آقا پس شما دوتا کجا اولین بار رفتید؟ بچه شما یادتونه گیمیت میرفتیم با هم؟ کیشه؟ یادت یه بار دست سر انداختی لوت دادم گیری کردی رفتی. آقا یه زمان یه دونه گیمنت بود بالای من نزدیکترین گیمنتی که تو عمرم دیدم بچه ساندویچ های میفروخت. نه نزدیکترین نبود نزدیکترین اون یکی بود که یه سشار بود ولی نه اینم خوب بود اینم ساندویچاش انصافا خوب من پول نداشتم من هنوز آفرین من خوردی پول نداشتم ساندویچاشو بچه من
من یه مدت کارت مام بزرگم افتاده بود دستم پول بعد مام بزرگم بلد نیست با گوشی کار کنه دیگه اس ام اس پاک می‌کنی؟ نه همین اس ام اساش پاک می‌کردم. دفعه آخر من هر دفعه 3-4 نفر مهمون می‌کردم چون کارت خودم نبود. اینا نمیگفتن تو چرا ما رو مهمون می‌کنی. آقا یه سوال دارم، اصلا کسی مهمونت کنه میگی تو چرا منو داری مهمون می‌کنی؟ آره. نه. تو الان منو مهمون کن، من میگم چرا داری منو مهمون می‌کنی؟ آقا بیا تست کنیم منو مهمون کن فلان. راست میگه توی امروز بریم. گوشیه استیکر بزن. آره. ولی اون دوران خیلی بعد انصافا ساندویچ سوسیسش خیلی خوشمزه بود و هنوز نسخیم. مثلا در جریان نه مثلا نمی‌دونستم ساندویچ داره اون قسمت فقط انرژی. بابا یادته تو توش میخوردی با من. چی می‌خوردم؟ من دادی خیلی مزه دار. آره خیلی پول نداشتم پول داشتی ولی مامانم فقط اندازه گیمنت به پول میداد. ولی حال میداد. راست میگی تو یه بار زیاد شدیم نمیدونم کی اومد یه پارسا بود. زیاد شدیم 4 نفر و 4-5 نفر رفتیم فقط کالا فازی یا همیشه دونه تلویزیون جداگانه میگه. آره وقتی واقعا نه 3 نفر بازی میکردیم 3 نفره بعد اینجوری باشه. آبا بیا برو یه مرد معلوم نیست ولی تا از قیافت معلومه من تمام سابسکرایبرام رود کراز دادم. آقا تستوسترون نه همه پسرم. از اینجا یه سلام میدم به رحمت که علاقمند شده بهت. رحمت و رفیقاش دیگه اونو همه سلام دارم به پس خفش تستوسترون یعنی تستوسترون یعنی که این سگ پشمالو بیای جلوی کسی رو نگاه نمیخواد بعد همزه فیتیش بعد آقا کسی دوست داره واقعا اگه امیرعلی پاشو نشون بده میتونه با $20 این ویدیو 30 تا لایک بخوره عکس پامو میذاره 1 میلیون ویو بخوره. نه عزیزم وایسا ما ویدیوی بعدی پای امیرعلی رو به مدت 30 روز داخل چنل تلگرام میذاریم پای امیرعلی رو شماره پای امیرعلی. اگه درخواست بالا بود جای دیگه هم میتونیم بذاریم. یه زمانی هر روز یه چنل درست میکردم. آره یه مدت روز شمار ازدواج رضا گلزار یه چه بود فاز چی بود بیارید خیلی خوب بود واقعا اختیار خودش بود. آرام خب من شاید بدم بیاد دهنی میخورم بعد یه طرز عجیبی هم بعد مثلا تا اینجا میخورم دهنش معلومه. آرام زلتون نه چه آرتی زده یارو. آره بچه‌ها سفارشمون اومد. خب ادامه بریم. ایلیا میخواد چیزی بخوره اینو یه لحظه بگم. ایلیا میخواد چیزی بخوره اینو تا ماتت میبری دهنش اینجا میبری الان معلومه جای دهنش. آره حالا من که اساس نیستم سرده ولی من یه کاری کنم این میشه سر بچه‌ها نه بچه‌ها پسرا اصلا دهنی خور نیستن اصلا دهنت گرم این کرگدن نخوره داشت. میدونی چیزی که آرت داره رو بچه جوری بخوری باید کنار فوت کنی که صاحب آرت ناراحت نشد. شوخی اینو گفتم دقیقا وسط آرتو فوت دقیقا نقطه زن وسط دقیقا اون کاریو که نباید نقطه زنی خوب میکردم بعدش حالا باشه تو کلا نقطه زن خوب بابا ادامه رو برو دیگه. ادامه است دیگه الان اینا همه هست. الان اینا جزئی از ویدیوه. آره تو قبلا کلا زبان میومدم و میره چقدر اون چهارشنبه بعد میشه لطف کنی اون یعنی کاری که من تو اون موقع آقا بیا استدلال بیارم. آقا اگه بیاید استدلال بیارم به خدا تو خیلی خوردی بگم به خدا. آقا ول کنید ویدیو بچه من یه خاطره تعریف آقا بذار داشتیم راجب که لزبان حرف بزنیم. اون دوران بیا استدلال بیارم. امیرعلی اون موقع در این فکره که ما فقط یک طرف است، یعنی فقط ما با این مشکل داشتیم، در صورتی که به کاری که انجام میداد واقعا فکر کنی امیرعلی اون دوران واقعا شو مغز بود.
اگه من به اون زمان خودم برگردم خودم رو کتک میزنم. پس فهمیدی برای چی کتک زدیم؟ کار و صحبت کاملا میزدیمش. چرا چیکار میکرد؟ حرفای چرت و پرت خالی خیلی میبست. مثلا یه بار اومد به من گفت سعادت آباد خونه داریم. یه بار این مدتم میگفت سگی خوردم. شما دوتا من اشتباهی خوردم. شما دوتا خالی بندترین آدمایی که میزنی. تو همین دیشب خالی بستی برام. گفتی که ایلیا میگم آرتان دعوته. من رو حرف تو گفتم باشه نمیام. باور که آرتان گفت من با مامانم میخوام برم بیرون. خب میگفتی با مامانش میخواد بره. خب میگفتم دعوت بچه دعوت میکنیم و داره دعوا میشه. آره ما همینجوریش برام نمیسازیم. آره ما ستا تو حالت عادی ویدیو خودمون رو خوب جلوه میدیم. آقا ما تو حالت عادی ما ستا خیلی رفیق صمیمی. کسی نمیتونه لقبای اکیپمون رو بهتون بگم. ساز مخالف دعوت. ساز کی مخالف ساز مخالف زدم؟ اسم بعدی چی؟ بول بول نه حالا کاسابی. حالا من لقب تو رو بگم یا ویدیو رو بگم علی رضا بذاره. تو هم که جوجو بوری ایلیا چیه؟ این چیه؟ شسته بود. چی شسته بود؟ نمیدونم چیه شسته بود؟ هیچی داشته بود. آقا ول کنید نمیشه 5 دقیقه با شما ویدیو گرفت. خیلی غیر مستقیم از بندای مرد میزنیم. هیچی از ویدیو نفهمیدم. ببین من بگم بهترین تابستونتون کدوم بود تو؟ بهترین تابستون بهترین تابستون یه دونه تابستون کرونا بود با ما دوتا با هم میرفتیم میخوردیم فقط. من واقعا اون موقع اینم که نمیومد. یادتونه همبرگر میرفتیم میزدیم؟ من مال اجازه پارک بده. کودک. ببین منو تو خیلی دیر با ما اومدی اومدی. مثلا تو اون دوران که شما میرفتیم من یه بار میرفتم. آره ما خیلی میرفتیم. بعد اصلا پول چجوری موقع پول میاد 50,000 من خیلی یادمه یه تراول نه یه تراول من 3 بار یادمه علیرضا رو بردم خودم حساب کردم. آقا تو پول الف منو بده بذار دهنمو باز عزیزم نذار بگم اون قضیه رو. یه بار نشد نه همبرگرایی که من اون زمان تو پارک کودک خوردم وای هیچ وقت تکرار نشد. آقا یه چیزی میتونم بگم یه خاطره رو یادآوری کن کم اینو بکوبیدین صداش میاد بیاد. آقا گفتی همبرگر یادت یه بار رفتیم کو همبرگر بردیم رفتیم کو همبرگر بردیم ویدیو گرفتیم بکنم فکر کنم هست ویدیو پرایوتش کردی؟ نه هست نه نذاشتیش. وای انقدر زیاد بود تقصیر تو بود. تو به من گفتی که بیا 2 بسته بخریم یه بسته جواب یه بسته‌اش کم بود. نه یه بسته انقدر جواب زیاد بود دیگه اون ساندویچ تمام که خالی خالی می‌خوردیم. یه دونه‌ش مزه‌ای داشت. آره همبرگر خیلی درصدش پایین بود. یه چیز دیگه‌اش خیلی مزه. من اون موقع ایدم میدونی چی بود؟ من زمینی نه آقا من ایدم راست میگی این انبرنسا آورده بود. انبرنسا نبود. به اسم انبرنسا به شما چه بود؟ آره ولی یه بار اول انبرنسا آوردی. خوش پارسا رفته بودیم. آره پارسا تخم مرغ آوردن همه چی خوردن. دیرم چیز کردیم. چرا همه چیز رو می‌خوریم؟ بابا ما یه بار آقا به طور خلاصه بگم من و امیرعلی تنها آدماییم که وقتی میریم کوه همیشه رأس موقع اونجاییم. هیچ وقت 2 نفر یه بار همیشه اون یه نفر همیشه دیر میاد. آره من دیر میام. تو اون دفعه اصلا نیومدی. راست میگه. قرار بود بیای این دفعه بودم به کوچه حالی داد. هیچ حالی نداد. من گفتم همیشه میگم این از بچه‌ها اگه این ویدیو قول بهت میدم 100 تا لایک بخوره ما میگیم جریان دوچرخه سواری چی بود. آقا من بهت قول میدم که این امیر یه کاری من بهت قولی میدم نصفشو بریز. آقا میشه چیز کنیم وایسا بذار این زنشو بزنه. بفرما. من لطت سرد شد. آقا من زیاده تو بزن تا یادت دم نصف از اون بریز تو این من نصف از اون بریزم تو این خوشمزه میشه. تابستون من آره بگو میتونم بگم پریسال بود با پارسال. اتفاقا به نظر من پریسال بدترین تابستونه. آره واقعا به نظر ما چون تنها جایی که میرفتیم گیمت پارسال خوب بود. پارسال آخراش
یعنی همین تابستون امسال آره دیگه تابستون امسال امسال بود. ببین بیرون انصافا کم رفتیم ولی با کیفیت. نمیرفتیم یهو میرفتیم مثلا میرفتیم لیزر تگ. کی بریم الف الله شب میام اتاق نکو اینو این لامه شب میریم مصبو نکو اگه ویدیو اتاق فرار رو میخواید 100,000 تا لایک برسونید این ویدیو. 100,000 همین دیگه به خاطر گفتم 100,000 تا. علی شما دوتا یکم با من همه دارم من یه روزه حرف تو میزنم. بگو بهترین تابستون چی بود. تو به راست بگو. من آره. یکیش که پارسال بود یکیش اون سال که میرفتیم این گیمت اولیه. آها آره من اون دوتا رو بود. خیلی دوست داشتم. ولی هیچ وقت یادت قبلا با دخترها بازی می‌کردیم؟ آره اونو خیلی دوست داشتم. آره من بودم دوست داشتم. من بودی داشت. خب من همون نه کم نه ایلیا کم میمون یادت از تو خونه آب نه نبود نه این کم اون آخراش بود یعنی یا اولاش بود یا آخراش بود. ما یه مدت طولانی من و تو پارسا بودیم 3 نفری میرومدیم. راست میگی. حرفی مونده؟ آره تا برات بخواد ما یه ترابایت کم چون من 5 بعد ما یه ترابایت فقط چیز داریم 5 تا 5 میرسونم اینجا خیالت راحت. خب من یه چند تا چیز بگم. به نظرم بهترین دوره دوستی ما تابستون امسال. تابستون دیگه من از علیرضا واقعا خوشم نمیاد. هنوزم خوشم نمیاد. به زور امیرعلی من اینجا. خب چقدر تنها سریسه. آره من از این دوتا خوشم نمیاد. داخلش هستین هنوز حیفه. ببینید وای تو رو خب، خدا خفه شید. آره به خاطر همین واقعا مثلا پارسال بود. خیلی دوره دوستی خوبی داریم ما کلا. دعوا می‌کنیم. آره توجه کردی چقدر پادکستمون لول به لول اومده بالا. آره. من راحت‌تر شدم. این پادکست اولیه که این پادکست تابستون شمال هستی یا نه؟ من تو زوری خواستم بهت بگم هستی یا نه؟ نه. ولاگ شمالو میخوای یه لایک برسونید. خب حالا توی خاطره با هم میده راست میگه چی خاطر بده نونسیر 24,000 24,000 تو ویدیوشو داری بذار. ایلیا آقا من میتونم شرط بدم ایلیا همون ایلیا از نظر قیافه‌ای همون ابعاد فقط اون موقع یکم سفیدتر بود. یکم بد گفتم ولی سفیدتر. توناژ رنگی میشه. متاسفانه علیرضا موقع بچه‌تر بود. توناژ رنگی از هم سفیدتر بودی. توناژ بچه‌ها به نظر من توناژ رنگی از پلت FBD 089 بیاد پایین باید با شلاق زد یارو رو. چی؟ این پلت رنگی از هاشبان یاد گرفته. از کی؟ از چیزای جدید میشه. یعنی یه ذره تیره باشه یارو باشه شلاق. آقا یک دورانی بذار اینو بگم یک دورانی امیرعلی موهاشو فر میکرد. من موهامو رنگ می‌کردم. تو هم موهاتو با 2 تا چقدر من موهاتو می‌بستی. اگه آره ویدیوهای مثلا تا پریسال اینا نگاه کنین که مثلا نگاه موها کنی، بلند بود میفهمی چقدر موهای بدی داشتن. موهای بدی داشت. موهای بدی داشت. نیاز این رفاقه این ایست تو بگی کافه که شروع بود. آره مگر این که حرفای میزده فلان ویدیو میره یوتیوب. ما اگه اراده بکنیم بیاد در جریان ما میریم ویدیو ما بیاد به ما چه بیاد من مرسی که ویدیو دیدید یکم خوشحال خوشحال شدیم کنید. فقط خواستم یک فریم از رفاق صحبت کردن کلا دعواست. خواستیم زیاد پیش نگیر. اینی که الان دارید میبینید عاقلانه ترین حالت ممکن حرف زدن ما عاقلانه‌تری هم نیست. چرا عاقلانه ترین مثلا یه پدری چیزی باشه قطعا عاقلانه‌تری. 100%. آره ویدیو رو لایک کنید سابسکرایب کنید کامنت بذارید انگلیسی. بای بای. پیج هر ستون نه دیگه من خداحافظی کردم. خداحافظ.